پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخنا پولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. سیاستمدار آدم گیزلق قاتل ابو مسلم شخصی که امام اعظم ابو حنیفه را حبس کرده سو آدم مقصد چی بود؟ انا در مسجد میدرویه و آوازی بلند کتی صحبت میکنه در مسجد نبوی. پادشاه های امیر مسلمانان میگه حضرت امام علی نزدش میآید میگه یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك فی المسجد. ای امیر مسلمانان صدات در مسجد بلند نکن. فإن الله تعالى أدب قوما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند یک ایده از بنده‌هاش ادب داد، نصیحت کرد. گفت کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، دعوای مسلمانی میکنه، صداتون ای صدای پیغمبر من بلند نکنید. کسی عقل فروست داره صداش ای صدای پیغمبر بلند نمیکنه. و مدح قوما فقال این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله فاولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند یک ایده از بنده‌هاش مدح ستایش کرد. الله ذوالجلال و الاکرام، پروردگاری بزرگی که ما و شما را از یک نطفه آبی منی خلق کرده است، میگه یک ایده از اون بنده‌هایی را که خودش آفریده است تعریف کرد، ستایش کرد. گفت بیشک کسایی که وقتی آواز پیغمبر بلند میشود خاموش میشوند، گوش میاندازند، اینا کسایی هستند که از امتحان پروردگار با سری بلند با آبرو و عزت گذشتند. له مغفرة و اجر عظیم. ایشان رو مغفرت الله و پاداش بسیار بزرگ منتظر است، در انتظار شده. و ذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. خداوند میگه یک ایده از بنده‌هاش مذمت کرد. گفت اونایی که بی‌ادبی میکنن نسبتی تو، صدا میکنن، اینا کسایی هستن که عقل فراست ندارن، حتی درک نمیکنن که اگر فردا روز قیامت شفاعتی تو نباشه رو شانسیون میشه. خب مغرور نشوی. ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، با خدا قسم اگر به شرط در مناقشه اگر بکشن ما حتما هلاک میشیم. اطاعت عبادات ما با فکر که شکرگزاری امید چشم بینا نمیشود، دیگر عضوی بدن یاسو میستن. و این حرمته میتا که حرمته حیا. به شکل شما گفت احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش نیست مثل احترامش در زمان زنده بودن شد. در هر مجلسی که حدیث پیغمبر گفته میشه و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد مؤمن باید همین اندیشه کنه که از زبان پیغمبر شنیده است. قال الله شد باید اندیشه کنه که ای پروردگار شنیده است میگه. خداوند به من مراجعت کرده است. میگه المنصور به همون سیاست به همون واهیمش فستکان علا تسلیم شید. گفت هر جانبی تاست یا ایمان. الله اکبر. کوشش کنه که در مجلس گوش به اندازه همین 4 کلمه اگر یاد بگیری انشالله خیلی اجر ثواب داره. این چیزی اندک نیست. ولی بعضی چیزای ما را کلکان کرده، هر جو پرتوختیم بلبل خر گندش که آدم نمیشی و نمیشی، همه اینو به خدا قسم در مورد خودش در موضع خودش گفته شده برای خوب پرونه که برای اون مردم اگر عقل فراست چون کار کنن بعد اومدن آیات فراوان و حدیثای بسیار اما هر کدومش در موضع خود شد. خواهش میکنیم که برادرای عزیز گوش کنید، احترام کنید. اصلا قدر زر میگن زرگر میدونن، قدر صحبت شخصی میدونه که از همون صحبت برخورداره. ولی میگم سوال بتین سوال نمیتین. اینجا 10 زنگ اومده است ما به خاطر شما نمیبرداریم.
وقتی نمیون که جواب شو بتو قدری زر زرگر میدونه وقتی انسان به قدری سخن میرسه که ایام سخن یک شمع برابر باشه نباشه چی میفهم آخی چی داند لذت قلب نمود خدا رحمتش کنه شیخ بایزید بستامی را بسیار شیخ کلام یک شیخ بلند پرواز و صاحب کرامات است یک مرید همتری شکاکی ازمه داشته است یا همتری شک شبه میکرده است سوالای بی معنی میدوده است یک روز میگه یک جایی حضرت یک بریلیان بیفتاده است همون بریلیان هم میترش که کوبا شما میره بر بزرگ چند نرخش بکنن نه فروشش نرخش هم بفهم بیو میگیره بریلیانت هم بالا بزرگی میوه فروشی 10 رسته را میگردن 100 فروشنده نشانش میتر ای 10 درم زیاد نرخش نمیکنن اومد دکان اول یعنی بزرگ جواهر فروش در اومد وقتی بریلیانت نشان داد او جواهر فروش بالا و پایونش نگاه کرد گفت 1000 میتر 1 میلیون 1000 1 میلیون میشود خیلی او فهمیدم متر گفت 2 میلیون ای بچه این فروشی نیست 3 میلیون ای دستش مجبور کشت نوشد علمی میوه فروشان نسبتی بریلیان انا مثل علمی تاست نسبتی تصوف مثل دانشی تاست نسبتی تصوف انا به قدر عالم هم کسی میدونه که به قدر سخن میرسه به قدر علم میرسه بچه این علم موضوعی خدای تعالی در قرآن تاکید میکنه و قل رب زدنی علما دعا که بگو پروردگار رو علم زیاد کن موارد خطابش حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که جامعه علوم ظاهر و باطن بود علم لدونی داشت با خداوند میگه که دائم بگو دعا کن که پروردگار رو علم زیاد کن هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون آیا کسایی که میدانند و کسایی که نمیدانند برابر هستند هیچ وقت یا برابر نمیشوند نه در دنیا و نه در قیامت یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خداوند درجه و منزلت ایماندارا را و کسایی که صاحب علم هستند بلند میکنه در هم قیامت هم درجهشون بلنده امروز افتخار میکنیم ما سینا داریم بیرونی داریم امام اعظم ابو حنیفه داریم یک قدر محادیث های بزرگ داریم بخاری و مسلم مقصد که ابو داود نسایی و دیگرش وقتی سبحان الله با شرافت اسلام هم یو بزرگ شد اسلام یو را بزرگ کرد الان اسلام نازنینه که درجه و منزلت علم و علم برداشت همین اسلام نازنینه که طلب علم برای تمام مردم فرض گردونده است و قدرش کی ما میرسیم سرز شکر دین از آن برتافته که از پدر میراث مفتش یافته برای چی به قدر این دین نمیرسی؟ و برای که از پدر مفت یافتگیشی برای دسترس کردن این حقیقت این دین بزرگ تو سعی تلاش نکرده مردی میراثی چی داند قدری ما رستم جان کنده من جان یافت زاد آدمی که مال به میراث گرفته اگه جون قدری مال میرسه میگه جان رستم کرده زوریزت کتگی کد گشت ای محنتوی کردگی و ای آبرو و ای عزتی یا شخص میگه در پشت پاپوشی 10 درمه در سرش سله 100 درمه پاپوشیش کوکولو میشوه میگیره به همون سله رای سرش میگیره به همون فش سله پاپوشی را توضا میکنه ای خدا جان تا میگیره بی فراست تو چی کردستی؟ ای نرخی 10 برابر ای پاپوشی تر قیمته چه کورا میکنی؟ میگه این سله پدر میراث موندگی این پاپوشی را به محنت خودم خریدم با اولوی کفی دست داد اما ما هم اگر محنت میکردیم البته به قدر این دین و قدر علم میرسیدیم افسوس که محنت نداریم مفتی امت محمد صلی الله علیه و سلم روایت میکنه میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بار تأکید کرد من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه هر کسی که
راهی را انتخاب میکنه به خاطر کسب کردن علم. یک راهی را میبره برای علم کسب کردن. خداوند میگه برای این راههای جنت باز میکنه که به همون راهی که برای طلب علم میرود راست در جنت میبرد. و این الملائکه لتضع اجنحتهم رضا لطالب العلم. به شک شبهه، به یگان تردید، ملائکه های نازنین خداوند اما قناتهای نازنین شونه برای طلبه علم، برای کسی که طلب علم میکنه همین خیلی میگه میپرتویم، مثل که پیشانداز میپرتویم در پیش یک آدم معروف و یک آدم مشهور، یک آدم با ابرو، اما خیلی در پیش طالب علم، همون طالب علم که قدرش نمیکنه، همون طالب علم که ناپسندی میکنه نسبتش، ملائکه ها میگه قناتاش نتونید میکنن که با بالای قناتای ما بگرد که پاهات خاکالو نشود. و این فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضیلت عالم نسبت عابد مثل یعنی فضیلت ماه شب 14 است نسبت تمام دیگر ستاره چاکو و سیاره ها. یعنی ماه چقدر که نسبت دیگر ستاره ها روشن است، اما عالم در پیش عابد اما خیلی فضیلت دارد. و این العلماء ورثة الانبیاء. به شک شبهه عالم ها وارثای پیغمبر هستند. میگه این سخن من نیست، سخن محمد صلی الله علیه و سلم است. عالم میگه وارث پیغمبر است. خشمونه میته یا عالم یا سوال کنه جاش بیایا ای صحبت عالم میگریزیم که عالم صحبت روزی بعد میشوه بیا ایو دبران فوتبال تماشا کنه. و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. به شک شبهه با درستی پیغمبرو ایخه چون دنیا نمیمونن، درهم و دینار نمیمونن، میراث پیغمبر علم شد. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. پس هر کسی که همه علم میگیره یک حصه بسیار بزرگ گیره از میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این درجه و منزلت عالی. حضرت ابی امامه بخاری روایت میکنه میگه ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان. نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دو مردی را ذکر کردند. احدهما عابد و الاخر عالم. یک نفرش عابد بود است، سال 12 ماه روزدار را شب تا سحر عبادت میکرده است، نماز میخوانده است. دویمش عالم، بعضا تنبلی هم که کرده که علم داره. که کدامش فضیلتش بالاتر است؟ حضرت گفت فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. حبیب خدا میگه ثم قال این الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتی النمل فی حجرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. به شک شبهه الله ذوالجلال با تمام ملائکه‌اش، با تمام ملائکه ها، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین ها زندگی میکنند، حتی مورچه در همون شکافی، در همون سوراخ و لانچش، ماهی ها در قعر بحر دعا و درود میفرستند بر عالمی که مردم علم نافع تعلیم میدهند، حلال و حرام آگاهشون میکنند. و نبودی علم عالم پیشور عظمتی مادر نمیکردی حضر. و علم ها که حلال و حرام برای آگاه میکنند نباشه خدا پناه بده. امروز در این عصر زمان خدا پناه بده که یک چیزوی بشنوی تلخت میکنه. خدا رحمت کنه شیخ عطا را کیسه میکنه. حضرت میگه به مسجد در بخفت آن عالم راه، ستادن در نماز یک جاهل آنگاه. کسی ابلیس را دیدی استاده، بدو گفتا چه کار است افتاده. یک عالم بعد نماز فرضی میگه در یک گوشه مسجد دراز کشیده است خوابه. همین آدمی که علم داشته باشه خواب کردنش در مسجد هم انشاءالله مستحبه،
اگر چنده که در مذهب امام اعظم ابو حنیفه غیر مسافر خوب کردنش در مسجد مکروه است، که علم که داشته باشه قبل از داخل شدن به مسجد نیت اعتکاف میکنه، اعتکاف نفلی برای معتکف در مسجد خوب کردن عبادت است، در مسجد خوب کردن انشاء الله. میگه عالم خوب است، یک جاهل در پهلوش ایستاده نماز خونده است. یک کس دید که شیطان در دهن در قیزه کرده، پرسیدش چی ایستاده اینجا؟ یا بدرو یا ببرو گم شو، چی ایستاده؟ لعین گفت تا هم خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرم، ولیکن زان ندارم طاقت تو که میترسم از این دانای در کار. شیطان میگه من همین نیت همی است که همین آدمی نماز کنه، ای نماز دور کنم که چی جان تقامیتی آوشه کارت کمای برای پشتی کارات بشه، لیکن جرأت نمیکنم بدرم برای همون اولی میترسم، همون اولی که خوب است. فقیه واحد اشد علی شیطان من الف عابد. یک فقیه برای شیطان ای هزار تا اتری عابد شدیدتر است. شیطان خلخش میکنه وقتی عالم رو ببینه. گر این دانا نبودی پای بستم، چمو میبود آن جاهل به دستم. میگه اگر همین دانا مقصد همین سری رحمه نمیگیری، این جاهل من رنگ پلاستیلین واری لیپیتش میکردم. چه خیلی در کار بودم خیلی میکردم. الله اکبر. برای ما را این باید درس باشه برادرای عزیز. و قدر علم برسیم، و قدر عالم برسیم. الدنیا ملعونتون ملعون ما فیها الا ذکر الله و ما والاه او عالما او متعلما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این دنیایی که برای فخر میکنه، این قدر کتگی میکنه، این قدر میپره، این دنیا ملعونه. هر چیزی در دنیا از ملعون است مگر ذکر الله، مگر طاعت عبادات الله و عالم و متعلم. عالم شخصی را میگن که به دیگران علم آموزونه، متعلم شخصی را میگن که از عالم علم میگیره. دیگه میگه غیر یعنی همش ملعونه، همش به لعنت پروردگار گرفتار است. روی شو اندر فکر کردن در کار این درجه و منزل. ببینه چند که عالمو بروند همون قدر ببینید تقوی مردم سستر میشه. بعضی بزرگان میروند رفتنشون به خدا قسم بسیار در جامعه زیان و ضرر کلون دارد. همونجا خالی میشه. او یا نوره بود یک اطرافی را روشن میکرد، شاید تأثیرش به هزارها آدم میرسید. همون حدیثی متفق علیه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. خداوند میگه علم عیبین مردم تا نمیکشه برو کشیده نمیگیره. علم توسط گرفتن جان عالما میگیره. حتی اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا. وقتی که میگه عالم مرد، عالم نیفتن مردم در جاش یک ابلهی بی سواد میمونن، پیشرو شده، پیشوا شده، ملا شده، سوالش میگیرن ناشکری شود، نمیدونه با شرم میداره بگه که نمیدونه، فتوا میده فتوای بردروغ، فتوای خلاف شریعت، هم خودش گمراه میشه و هم مردم گمراه میکنه. به خدا قسم در حیات دیده یک بدبخت اپا و خواهر نکاح کرده گرفته است. این خیلی سال پیش بود، یک شاید 15 سال 20 سال شد. یه بدبخت این چی کار است کردی؟ اوکی حرامه، جمع بین اختیای در یک نکاح درست نیست، حرامه. میگه که ملو نکاح هم کرد، حلال ملو. میرم ببین اوکی مردم به سواد که هستن جادوگر هم ملو های، فالبین هم ملو های، همه ملو شده که دیگه. ملا را میپرسیم این چی کاری کرده گید بدبخت تو برای فرام فتوا؟ او میگه حضرت یعقوب علیه السلام دو دختری تبایش گرفت بود. این علم باشه. این مشکلی چرا او حضرت یعقوب کی زندگی میکرد؟ او چی شریعت بده؟ شریعت محمد صلی الله علیه و سلم چی شریعت است؟ کل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. خداوند میگه برای هر کدوم شما را ما شریعت جداگانه موندگی، برنامه عمل راه و روش جداگانه موندگی.
خب وقتی که نمیتونی جوهیلو سری کار اومدن خودشو گمراه همی بدبختو مردم دیگر رو گمراه میکنن